First round, main event 100 kilo. Iqrujuki representing Tajikistan. اکنون دوستان عزیز لحظه فرا رسیده است که پهلوان کشور ما ابوبکر یعقوبی با جداگی کبود با میدان میبراید با حریفش کوکل الکساندر پهلوانی 31 ساله سربیا. هر دو پهلوانان سبقت را شروع میکنند. ابوبکر یعقوبی پهلوانی که خیلی جوان است، 22 سال دارد، در حال گریبان حریف را میگیرد، ولی یک حالتی خطرناک هم بود برای ابوبکر را میبرد، ولی در حال تسلیم میگردد. کوکل الکساندر توانست حریفش را در ثانیه های اول وقتی اساسی مغلوب نماید، ولی با وجود باخت کردن نباید دل شکسته شد. ابوبکر یعقوبی پهلوانی که دارنده مدال برنجی بازی‌های اسلامی شهر کنیای ترکیه بود، هم در مدال برنجی رو با دست آورد و مدال برنجی که با هیئت دستوی اولی حریفش کوکل الکساندر موفق میگردد. دوباره میبینیم همون حالتی که حریف را بوغی کرد، از پشت پای ضربه زد، ولی موفق گردید.